در شهر ترسونزاده بخشیده به روز پرزیدنت فعالیت اولین اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون و اجلاس 16 شورای عالی که تقدیر آینده درخشان تاجیکستان را حل نموده است چاله‌بینی‌های ادانه دایر گردید. در چاله‌بینی‌هایی که در کالج و لیسه‌های شهر تشکیل و گذرانده شد، معروضه‌های خوانندگان درباره خدمت‌های ارزنده پیشوای ملت در راه به دست آوردن صلح و وحدت ملی و تاریخ امضای سازشنامه عمومی استقلال صلح بیان گشت. شعر و ترانه‌های وطن پرورانه خوانندگان برای بلند برداشتن حس وطن دوستی و خویشتن‌شناسی همسالانشان اهمیت بلند داشت. ما جوانان غمخوری پرزیدنت کشورمان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در هر یک قدم حس می‌کنیم و افتخار داریم که چنین شخص بزرگ و دانا، غمخوار و مهربان و آینده ساز ملت سرور ما میباشند. جوانان شهری ترسونزاده جواباً به غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای گلگشکوفایی وطنی عزیزمان حسی خود را سربلندانه می‌گذارند. توسط نقش آفری در صحنه اشتراکچیان کنفرانس علمی ادبی توانستند آبادی کشور را تجسم کرده به این واسطه بار دیگر یادرس نمودند که محض با زحمت و تلاش و جانبازی‌های پرزیدنت مملکت تنج و آباد و نسل امروز در فضای صلح و ثبات زندگی آسایشته دارد. مقصد از برگزاری چنین کنفرانس علمی ادبی باز یک بار دیگر برای مردم ما تاجیکستان احیا شدن اولین نیروگاه برقی آبی راغون این یک افتخار و شان و شرف مردم تاجیکان می باشد. بخشیده به این صحنه مهم یک قطار آزمونا برگزار گردید. از آن جمله آزمون قرائت شعر بهترین، آزمون خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت، همچنین آزمون تصویر بهترین در موضوع روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. همچنین در چاله‌بینی قید کرده شد که هر جوانی با ننگ و ناموس را میباید خاک مقدس وطن را پاک نگاه داشته به قدر ارزش‌های والای به دست آمده وحدت و یکدلی و صلح و ثبات کشور برسد. تجلیل روز پرزیدنت نمونه عالی احترام و اعتقاد مردم به محترم پیشوای ملت بوده، محبت به انتهای سرور معظم را به ساکنان کشور ارزیابی می نماید. قابل قید است که ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون پیش از همه این رسیدن به هدفهای استراتژی دولت اوید به تأمین استقلالیت انرژتیکی کشور می باشد. چاله‌بینی‌های ادانه در بیمارخانه مرکزی شهر و ثبت اسناد حالت شهروندی شهر ترسونزاده نیز با یک شکوه شهامت خاصه تجلیل کرده شد. ما البته میناداری خیش را به پیشوای ملت میرسونیم که تاجیکستان ما را در مدت این 26 سال اینقدر آباد و زیبا گردانیدند و مخصوصا من گفتم هستم در ساحه تندرستی که در جمهوری چقدر بیمارخانه ها، چقدر مرکزهای سلامتی ساخته به استفاده داده شدند، چون بیمارخانه به مردم تاجیکستان خدمت کرده ایستادند. همینطور چاله‌بینی‌های ادانه بخشیده به روز پرزیدنت اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و فعالیت اولین اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون در جماعت‌ها و کارخانه و تشکیلات‌های شهر ترسونزاده ادامه داشته ساکنان این گوشه کشور از تنجی و آبادی تاجیکستان صاحب استقلال شکرانه می‌کنند.